وایستا درم اشکنی السلام اکا جان. بیا خواهر تینجی هستن روز قطعی ساز دایی نازه پشیده اکا جان. بگذاریسته خواهر جان چی گفت راست شاب بود اکا جان یادتون کردم اومدم. دروغ نگو من یه چیز با خودم احساسات کردم چوسات کردم که همین دنبال زندگی تو چی گپش دیگه اکا جان گپ راست شب بگم شوهرم جواب داده. چی همین خیلی شد. تو نمیرسی همین خونه دا برو پیش پدرم برو تنجی های؟ همین تو نمیرسیدی یا درد سری دیگه نمیرسید چی گپش عباس؟ هیچ ندودار پرابلم اصلیش کنه بعد باز چی بایی اومده؟ مگه شوم سرم دودار اوه فهمیدم اینجا شف که حساب ده چی کارش میکنه؟ یا پرابلم زیادی چی کارش میکنی؟ با خودم دردی سری زودیه نمیدونم دفش میکنه مای خونه پدر جان. پدر جان. پدر جان. نه سلام علیکم پدر جان. سازین نغزین. سلامتیتون خوب. خداوند ساز باشین. پدر جان در زندگی مشکلی و از بین افتاد. به غض از خانه پدر دیگر جای ندارم. انا دیدی پدر زنای ارسمان برو اومدن رفتن این ای روزا به سر دختر تا اومده امیر شوش سرش دودار اگه تو خیال میکنی همینجا دولگم هستی این فکره ای سرت بگی پرتو فهمیدی مرا پدر جان آرام شوید. پدر جان آرام شوید. پدر. ها این چی داده و چی مرکه جای السلام اکا جان. نمیبینی خواهرت اومده اومده پیش پدرش اومده آخه دستی خالی ناومده شوش سرش داده انیق جواب داد تمام با همی آمی ها. اومدی با چی دستی خالی اومدی به چلیکتا در بینیت کرده اومدی موتره چی پرکه داده گیر کی یک سال نوشیده خونه پدر گشتی اومدی شما چی احوال پدر نمیبینی تو چی ای خواهر تو گودر نیستی ترا ما با یک امیدی با شوهر دادیم که در خونه شوهرت خوشا پیر شوی پرابلم ای مورا دیدستی احوالی یک کتبی ای شبی هیچ که در یگانجا کار نمیکنه پدر بی پدره هر روز میریم ای خونه همسایه میویم چا یک ته نمیرسیدی اینا ترم اومدی در سر ما باری زیادی اکر اکا جان باید من ای خونه شوهرم چی می آوردم؟ ای هر دوی اکاام که امید مکنده بودم یک امید به خودت داشتم اکا افسوس که ترم ده فکر مال و ملک ای دنیا بوده افسوس ای گب نگردم با جای بشینی گپ یکو تا گوش کنی من خیزی با زوند روزی میکنی یکمش اینکه من خانه شما نامدم من خانه پدرم آمدم در اینجا منم حق دارم دونوگی نکو گفته سمه دختر چیزی هست نیست گپ حقشم میگم سه بچه کلا ایزاده بکشن پدر بچه حال آورده گب نگردم گفته سمه دختر بکنم